میزان اندیشه، تحلیل و بررسی موضوعهای داغی روز از دیدگاه کارشناسانی ساحه. میزان اندیشه، برنامه تحلیلی در رادیوی فرهنگ با زیورشاهی اکتمشاه. درود به شما سامعان ارجمند رادیوی فرهنگ. برنامه نوبتی میزان اندیشه را با برگزاری دور ناحیوی فستیوال آزمون جمهوریوی تلویزیونی ایجادیات خلق اندلب 2023 میبخشیم. ما را همراه باشید. با مقصد اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به برگزاری فستیوال نمایش عید آزمون‌ها عنعنه و هنرهای مردمی جشن و سالگردها در جمهوری تاجیکستان برای سال 2023 امروزها دور ناحیوی فستیوال آزمون جمهوریوی تلویزیونی ایجادیات خلق اندلب 2023 در سراسر شهر و نواحی مملکت برگزار گردیده ایستاده است. طوری از برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی همگان شاهد گشته ایم در دور ناحیوی آزمون مذکور از روی ژانرهای معین گردیده هنرمندان بخش فرهنگی اکثر ناحیه‌ها در نزد حکمان برآمد کرده صاحب خلق‌های معین گردیدند. در ناحیه دنغره علاقه دور ناحیوی این آزمون برگزار گردید. هنرمندان بخش فرهنگ با آمادگی همه‌جانبه و با مقصد سزاوار گردیدن جای نمایان در نزد حکمان برآمد نمودند. محمد علی زاده متخصص شعبه فرهنگ ناحیه دنغره در این باره چنین میگوید: سیاست دولتی در ساحه فرهنگ یک از سمت‌های فعالیت سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان در حساب رفته. آن در اساس دورنامه دولتی و برنامه‌های فرهنگ عملی می‌گردد. یکی از اینها برگزار همدل فستیوال آزمون جمهوریوی تلویزیونی ایجادیات خلق اندلب 2023 یک از تدبیرهای مهم در سمت معرفی و دستگیری هوس‌کاران صنعت بدیعی خلقی و زمینه گذاشتن در رشد فعالیت دسته‌های هنری، دریافت چهره‌های نو صنعتکار، جلب حج بیشتر مردم به فرهنگ و هنر، بلند برداشتن نقش انسان و گروه‌های ایجادی در روند تربیت جوانان و نوجوانان، احساس وطندوستی و فرهنگ پروری، زیبایی‌پرستی و بیکاری آنها، رشد ترغیب هنرهای بدیعی خلقی، تنظیم عنعنه جشن و مراسم، آیین‌های ملی و مردمی و دستگیری شخصان ایجادکار فریستادار می‌باشد. من همین فستیوال آزمون جمهوریوی تلویزیون ایجادیات خلق اندلب از 12 بخش عبارت بوده. هوس‌کاران صنعت بدیعی خلق ناحیه در همه بخش‌های آن سالانه اشتراک نمودند که در عموم در همه بخش‌ها از جانب حکمان ناحیه ما صاحب 113 خال یادگیری نشان دهنده خوب نسبت به سال‌های پیشین می‌باشد. من توجه اهالی به آزمون و فستیوال‌ها نسبت به سال‌های گذشته زیاد شده، اشتراک آنها سال از سال بهتر گردیده است. در نمایش هنرهای بدیعی یکی از یکم بخش همین فستیوال آزمون باشد که در این نمایش هنرهای بدیعی خلقی بازار هنر که هنرمندان بدیعی خلقی ناحیه که از همه جماعت‌های شهرک دولت ناحیه اشتراک داشتند. در بخش دوم نوازش عمومی که دسته موسیقیان ناحیه هنر خود را در این بخش سنجیدند. در بخش سوم یعنی سرود همسرایان که همسرایان با نام وطن در اینجا دسته گروه همسرایان ناحیه که با رهبری خورمیستر امامزاده شریف اشتراک نمودند. در بخش چهارم سرود یکه که سرود تاجیکستان افتخار آل سامان میباشد اکرام و تبدیه اشتراک نمود. در بخش پنجم نمایش لباسهای ملی که در این از مهنت دست همه همین هنرمندان ناحیه از همان جماعت شهرک دهات پیشکش حکمان گرداندند. بخش ششم رقص یکه که با نام قشوب میباشد و پیمانه حسن هنرنمایی نمود. در بخش هفتم نوازش یکه با نام گلریز که رحمانزاده اسماعیل اشتراک نمود. در بخش هشتم بدیهه با نام من تشنه دارم قاسمزاده خطیت و چیلک عظیم. در سرود عنعنوی دل نازک فرهاد سعدی بخش حجوی که با نام تلفن در اینجا مقصد دولت قابل و شربتزاده حیدر هنر خود را پیشکش حکمان نمودند. بخش دیگر یعنی آزمون نمایش پارچه از جشن و عنعنه‌های مردمی یعنی ترشویان این را هنرمند ناحیه‌مان چرا و عروسما زمزمه نمودند و
با تمام هنرمندان یعنی هوسکاران صنعت بدیع خلق ناحیه پیشکش حکمان نمودند. بخش چهارم این سیوتایی رقصی میباشد که این را در عموم همه هنرمندان ناحیه پیشکش حکمان نمودند که به صحنه گذارنده این بخش حیدری‌زاده معظمه میباشد. ناحیه میر سعید علی حمدانی که از ابتدا با هنرمندان و صنعتکاران در ردیف دیگر شهر و نواحی مملکت شهرت خاصه داشت، هنرمندان این ناحیه با پیشنهاد 12 بخش هنر و مهارت خویش را به حکمان معرفی نمودند. راهبر بدیعی فیلارمونیای مردمی به نام هنرمند مردمی تاجیکستان اودینه هاشموف تیشه دولتوف قید نمود که هنرمندان ناحیه ما هنر خود را در نزد اعضای حکمان نمایش دادند. باید قید نمایند که باعث خرسندی و همه صنعتکاران است که شرافت استقلالیت و صلح و وحدت ملی آزمون‌های گوناگون راه اندازی کرده می‌شوند، مخصوص با تشبث اساسگزار صلح و وحدت پیشروی ملت امام علی رحمان و ما از این بسیار خوشحال هستیم. نگفتن همون است که ما این سال با فستیوال آزمون بسیار تیاری خوب دیدیم که فستیوال آزمون از 12 شرط عبارت بود. نتیجه زحمت‌های ما بود که ما را از رقم بسیار خوش قبول کردن و سزاوار بهای بلندترین اونها گشتیم. 117.5 خود گرفتیم از 12 شهر. این بهترین موفقیت ما میباشد. از جمله میتونم قید نمایم که بخصوص در فیلارمونی ما اکثر کارمندان و جوانان تشکیل میکنند و اونها خصوص از طرف حکمان بهاگذاری بلند گردیدند. و اینها مثال شده میتونن سرود یکا، شورت قربانوف، بدیهر جوانان ما جمعخان سفرزاد و کامله فقیر و بسیار مورد خوبیشون دادن و از سرودهای عنعنوی سراجان حبیب هم که یکی از حافظان جوان و بااستعداد ما به حساب میروند باعثی واهای بلندی از روی حکمان گردیدند. باید قید نمایم از که سال به سال تاجیکستان ما رشد نو می‌یابد، موسیقی ما تکامل می‌یابد که این سبب این آزمون‌های تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبحی جانویی سال از سال عموما تیاری شرط‌ها دیگر شدند و این سال از سال خیلی فرق داشت. مثلا بعضی شرطایی که داخل نمودن از که بازار هنر یک شرطی که داخل کرده شد بازار هنر که در اول همه هنرهای مردمی را پیشکش میکنن و شرط دیگرش عنعنهای قدیمی را زنده کردن. یک شرط دیگرش اینه که از گاو و ربندان عروس بیاران این بسیار ویش خواستن است که بتواند کسی کدام ناحیه کدام نمود ژانر را انتخاب کند از عنعنهای ملی و ما این سال یک شرطی که خیلی عنعنه از نفس اردبیجان را انتخاب نمودیم در عنعنوی که مثال مردم ما هم خیلی خیلت داشتن که وقتی یکان توی معرکه میکنن همون همسایه جمع شده اردبیجان گفته یعنی که اما برای معرکه نام میپزنن. این از نشانه وحدت ملی را نشان میده که جمع شده یک جای همسایه ها همون نام و کلچه و تمام شنیواری که لازم است از جون به توی اومده میکنن. ما همین چیزا نشان دادیم. میگفتن نمونم که این آزمون در دو دور اصلا صورت میگیرد، دو دور دارد، دور یکم و دور دوم. ناحیه ما خوشبختانه به دور دوم راه خط گرفت. چند پیش دور ناحیوی فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادیات خلق اندلب 2023 در ناحیه تاجیک‌آباد نیز در سطح خیلی خوب برگزار گردید. اشتراکچی آزمون و سراینده سلام‌الدین کابلی از برگزاری آن با افتخار به ما چنین میگوید: ناحیه تاجیک‌آباد یک سیمای ایدانه داشت، فضای ایدانه داشت، چونکه فستیوال آزمون جمهوری ایجادیات خلق اندلب 2023 در ناحیه ما بسیار نزد در یک سطح خوب برگزار گردید. این سال از 12 نامره که در اندلب جای داده شدگی بود، همین 12 تا در ناحیه تاجیک‌آباد خیلی خوب گرانده شدند. این سال باشد اندلب 2023 هم خیلی خوب در یک سطح بلند بسیار زیبا گرانده شد. همون محله کوچه‌ای که پس فرهنگ جای دارد از دو طرف راه از سحری بر وقت شکل ایدانه رو گرفتگی بودند. بعد همینجا نمایش هنرهای مردمی پیشکش تماشابینان و حکمان گردیدند و فستیوال آزمون آغاز یافت. در این فستیوال آزمون این ساله ناحیه تاجیک‌آباد صاحب 101.6 خال گردید که با فکرم تا حاضر در منطقه جای اول است و نگفتن ماند که چنانه که بر وقتر قید کردم در همین فستیوال آزمون 2 نفر چهره نو، یعنی که 2 نفر جوانانی
صاحب استعداده که همه خیلی استعدادهای خیلی زیبا داشتن، یکی در رقص یکی و دیگر در سرود یکی صاحب 9 از 10 6 بال و دیگر 9 از 10 4 بال گردیدند و خیلی خاطری تماشابینان رو هم شاد گرداندند و آنها با باوری گفته میتوانند که همه خیلی امید داشتند که در آینده فرهنگ ناحیه تاجیک‌آباد آنها آینده فعالیت میکنند و 6 تا نمره ما از 9 بال زیادتر بها گرفت. گفته میتوانم که در برابر اون که هستند بعضی کمبودی ها هستند، کمبودی ها قبلا هم بودن حاضر هم هستند، لیکن باز موفقیت ها بسیارتر بودن. من از این خرسند شدم، همین خرسندی در دل من جا گرفتی، همین دو چهره نو در این اندلیب روی صحنه آورده. گفتن نمونتی از همین راه خوب کردم سزاوار خدمت شایسته شدم از جانب جناب عالی. باز چندین گرم و سپاسنامه و دیپلم های دیگر سزاوار شدم. برنامه میزان اندیشه از موج رادیوی فرهنگ ادامه دارد. سنه 27 ایول سال جاری در قصر فرهنگ به نام نقیبخان تغرل ناحیه عینی با اشتراک رئیس ناحیه عینی مقیم مرادزاده فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادیات خلق اندلیب 2023 برگزار گردید. در این باره دیرکتور مکتب صنعت شهرک زرافشان اکمل جان نیازوف به ما خبر داد. طور نامبرده گفت در فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادیات خلق اندلیب 2023 طبق نظامنامه از روی 12 نامگوی بخش‌ها هنرهای ملی، عنعنه‌های ملی نیاگان، لباس‌های ملی و هوسکاران صنعت نمایش داده شدند. در ناحیه عینی مقصد از برگزاری فستیوال آزمون را نمایش دادن دستاوردهای هنری و فرهنگی 32 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان گفتند. در جنبستی فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادیات خلق اندلیب 2023 از جانب کمیسیای تدارکات آزمون و نمایندگان ریاست فرهنگ ولایت سوخت به غالبان و اشتراکچیان فعال طبق کمیسیاها سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه عینی سپرده شدند. شنوندگان عزیز، اینجا سرود را در پیشنهاد اشتراکچی آزمون اکمل جان نیازوف و مدینه خان به سمعتان میرسانیم که از رفت آزمون مذکور ثبت گردیده است. ماهی درخشانه ببین، گنجی زرافشانه ببین، دل در قدم های گلش جمع و پریشانه ببین. ماهی درخشانه ببین، گنجی زرافشانه ببین، دل در قدم های گلش جمع و پریشانه ببین. ماهی درخشانه ببین، میلی ره و هوای شهرستان است. گنجی زرافشانه ببین، مردم در کناری گرم و نرمش کیفه. ماهی درخشانه ببین، فصل خدا بهار و تابستان است. گنجی زرافشانه ببین، فصل خدا بهار و تابستان است. ماهی درخشانه ببین، گنجی زرافشانه ببین، دل در قدم های گلش جمع و پریشانه ببین. ماهی درخشانه ببین، گنجی زرافشانه ببین، دل در قدم های گلش جمع و پریشانه ببین. رفتم دینه، ماهی درخشانه ببین، بر صحبتی چشم آب رفتم دینه، گنجی زرافشانه ببین، با یاد شب کی با تو بودم به
رفتم بینم گنجی درفشانه ببین در دامن چشم خواب رفتم بینم ماهی درخشانه ببین گنجی زرفشانه ببین دل در قدم های گلش جمع و پریشانه ببین ماهی درخشانه ببین گنجی زرفشانه ببین دل در قدم های گلش جمع و پریشانه ببین جلال بیزند بهار گل بنیادش گنجی زرفشانه ببین گل خانه دیگر گشت و غزل خانه دیگر ماهی درخشانه ببین دل بستن ایمان نمی رود از یادش گنجی زرفشانه ببین دل بستن ایمان نمی رود از یادش ماهی درخشانه ببین گنجی زرفشانه ببین دل در قدم های گلش جمع و پریشانه ببین ماهی درخشانه ببین گنجی زرفشانه ببین دل در قدم های گلش جمع و پریشانه ببین. шунавандагони гиромӣ маврид ба зикр аст ки ҳадаф аз баргузор намудани фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ андалеб 2023 рушди фаъолияти дастовардҳои ҳунарӣ дарёфти чеҳраҳои нави санъат ҷалби ҳарчи бештари мардум ба фарҳангу ҳунар баландбардоштани сатҳи фаъолияти ансамблу гурӯҳҳои эҷодӣ дар раванди тарбияи ҷавонону наврасон мебошад. сомиёни арҷуманд дар ҳамин ҷо барномаи навбатии мизони андеша ба фарҷом мерасад. пайи омода намудани барнома муаллиф ман зеваршоҳи уктамшоҳ ва коргардон мавҷигул юсуфова саҳм гузоштем. барномаҳои дигари радиои фарҳанг идома дорад. бо мо бошед.